سرخط خبرها: ترامپ مدعی شد ایران می‌خواهد با آمریکا مذاکره کند. حمله گسترده ارتش اسرائیل به کرانه باختری. و اصابت 2 فروند موشک به محله‌های مسکونی دمشق. به نام خدا، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا در لفاظی‌های تازه خود بار دیگر مدعی شد که ایران می‌خواهد با واشنگتن مذاکره کند. به گزارش ایسنا، وقتی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد برنامه‌های احتمالی واشنگتن برای فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی سوال شد، او روز جمعه به خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایر فورس وان گفت که آنها می‌خواستند تعداد زیادی جت بخرند. ما بهترین جت‌ها را می‌سازیم. ما بهترین موشک‌ها را می‌سازیم. دیدید که ما می‌توانیم توانایی هسته‌ای ایران را نابود کنیم. ترامپ در لفاظی تازه خود راجع به حمله متجاوزانه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل در ژوئن علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که 22 سال بود که آنها می‌خواستند این کار را انجام دهند. هیچ رئیس جمهوری جرأت انجام این کار را نداشت. ما این کار را کردیم و ایران در جایگاه متفاوتی قرار دارد. ضمناً ایران هم می‌خواهد برای یک توافق مذاکره کند. همکنون می‌خواهند با ما مذاکره کنند. حملات متجاوزانه صهیونیست‌ها و آمریکا در ژوئن در شرایطی صورت گرفت که ایران همکاری همه‌جانبه با آژانس انرژی اتمی داشت و مذاکرات غیر مستقیمی با طرف آمریکایی در عمان در جریان بود. اما واشنگتن به دیپلماسی خیانت کرد. طی روزهای گذشته هم وزرای امور خارجه گروه 7 پس از جلسه‌ای در کانادا و بدون در نظر گرفتن نیت شوم و خصمانه ایالات متحده از تهران خواستند که با حمایت 3 کشور اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات مستقیمی با ایالات متحده داشته باشند. ارتش رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته با یورش‌های گسترده به شهرها و روستاهای کرانه باختری ده‌ها شهروند فلسطینی را زخمی و بازداشت کرد و همزمان مناطق شرقی غزه و سواحل رفح را هدف حملات توپخانه‌ای و دریایی گسترده خود قرار داد. به گزارش بامداد امروز شنبه از پایگاه خبری فلسطین آنلاین، جمعه شب و بامداد امروز شنبه ارتش رژیم اسرائیل سلسله عملیات‌های نظامی را در مناطق مختلف کرانه باختری و نوار غزه به اجرا گذاشت. بر اساس این گزارش در جنین یک جوان فلسطینی در شهرک برقین هدف گلوله جنگی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد و در عقبا در شمال توباس درگیری‌های شدید میان جوانان فلسطینی و نیروهای رژیم صهیونیستی رخ داد. توپخانه ارتش رژیم اسرائیل مناطق شرقی شهر غزه را هدف قرار داد و قایق‌های جنگی این رژیم نیز سواحل رفح را گلوله باران کردند. فلسطین آنلاین اضافه کرد که نیروهای ارتش رژیم اسرائیل به شهرها و روستاهای متعددی از جمله قباطیه، توباس، کوبر، بیتریما، البیره و نابلس در کرانه باختری یورش بردند و در برخی مناطق مانند اردوگاه بلاته و اردوگاه قدیم درگیری‌های سنگین بین جوانان فلسطینی و اشغالگران صهیونیست گزارش شده است. در قلقلیه در کرانه غربی رود اردن نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی با محاصره چند منزل در محله کفر سبا اقدام به تیراندازی و بازداشت شماری از فلسطینیان کردند. منابع محلی همچنین از بازداشت 3 جوان در مادما در جنوب نابلس و دستگیری دوباره محمود ابولبده اسیر آزاد شده در قلقلیه خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است در شرایط دشوار جوی که مردم غزه و کرانه باختری با آن مواجه هستند، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با ایجاد حلقه‌های امنیتی و محاصره منازل و مناطق ده‌ها خانواده فلسطینی را در شرایط دشوار قرار دادند. به گزارش اینا رژیم صهیونیستی 7 اکتبر 2023 برابر با 15 مهر 1402 جنگ علیه نوار غزه را با 2 هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد. جنبش حماس روز پنجشنبه 17 مهر 1404 با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه
غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه 18 مهر 1404 به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد که بر اساس توافق نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش‌بس و نقض مکرر آن ادامه می‌دهد. وزارت دفاع دولت موقت سوریه تصدیق کرد که در حمله موشکی جمعه شب به منطقه المزه دمشق 2 فروند کاتیوشا به محله‌های مسکونی اصابت کرده است و در پی آن چند شهروند سوری زخمی شدند. به گزارش بامداد امروز شنبه از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، اداره اطلاع رسانی و ارتباطات وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که جمعه شب 2 فروند موشک کاتیوشا از اطراف شهر دمشق به سمت محله‌های مسکونی در منطقه المزه و اطراف آن شلیک و منجر به زخمی شدن چند شهروند سوری و وارد آمدن خسارات مادی به محل شد. وزارت دفاع دولت موقت سوریه در این بیانیه تاکید کرد که تحقیقات مشترک با وزارت کشور برای شناسایی مسیر و منبع شلیک موشک‌ها آغاز شده و همه شواهد و مدارک در حال جمع‌آوری است. این وزارتخانه همچنین تصدیق کرد که عاملان این اقدام خائنانه تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اقدامات بازدارنده لازم علیه هر فرد یا گروهی که امنیت پایتخت را تهدید کند اتخاذ خواهد شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا پیشتر گزارش داده بود که در این حادثه تنها یک زن زخمی شده است، اما بیانیه وزارت دفاع از زخمی شدن چند شهروند سخن گفته است. به نوشته پایگاه خبری الوطن آنلاین سوریه، برخی شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که این موشک‌ها به دلیل نقص در تمرینات ارتش سوریه به طور اشتباهی شلیک شدند، اما منابع رسمی و امنیتی دولت موقت سوریه این ادعا را رد کردند. الوطن آنلاین افزود وزارت دفاع دولت موقت سوریه همچنین با رد ادعای شبکه الجزیره قطر مبنی بر هدف قرار گرفتن منطقه دیپلماتیک در المزه دمشق تاکید کرد که منطقه هدف قرار گرفته شده صرفاً یک محله مسکونی است و هیچ مرکز دیپلماتیک یا هیئت رسمی در آن وجود ندارد. همچنین تلویزیون سوریه به نقل از وزارت دفاع دولت موقت این کشور گزارش داد که تجهیزات نظامی مورد استفاده در حمله موشکی به منطقه المزه را در دمشق پایتخت این کشور پیدا کرده است. بیشتر رسانه‌های سوریه جمعه شب از شنیده شدن صدای چند انفجار در منطقه المزه دمشق خبر دادند و افزودند که ماهیت این انفجارها هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات آن ادامه دارد. پس از سقوط حکومت بشار اسد، مناطق مختلف سوریه همچنان شاهد ناآرامی و بی‌ثباتی است. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که در حال بررسی توافق برای فروش جنگنده‌های رادارگریز F-35 به عربستان سعودی است. به نقل از رویترز، دونالد ترامپ روز جمعه در هواپیمای ریاست جمهوری موسوم به ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که آنها خواهان خرید تعداد زیادی جنگنده هستند. من در حال بررسی این موضوع هستم. آنها از من خواستند که این موضوع را بررسی کنم. آنها می‌خواهند تعداد زیادی جنگنده F-35 بخرند. این فروش احتمالی جنگنده در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ قصد دارد هفته آینده میزبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید باشد. انتظار می‌رود در طول این دیدار دو طرف توافق‌های اقتصادی و دفاعی بزرگی امضا کنند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید.